سلام علیکم دوستای با وفای ما. امروز با شما هستیم با داستان مردی که شاید نامش کمتر از احمد شاه درانی شنیده شده، اما سرنوشتش یکی از تلخترین و پرحاشیه ترین فصلهای تاریخ افغانستان را رقم زد. او کسی بود که 2 بار پادشاه شد، اما هر بار با شکست سنگین کنار زده شد. بشنوید داستان شاه شجاع درانی، پادشاهی که با کمک بیگانه برگشت و با خشم مردم نابود شد. شاه شجاع پسر تیمورشاه و نواسه احمد شاه درانی بود. او در سال 1803 میلادی در زمانی که پادشاهی درانی در بحران‌های سیاسی و رقابت‌های خانوادگی غرق شده بود به تخت سلطنت رسید. اما سلطنتش آسان نبود. دشمنانی در داخل خاندان سلطنتی داشت. سرداران ناراضی، قبایل شورشی و وزیرانی که پی قدرت بودند مدام برای کنار زدنش نقشه می‌کشیدند. در همین زمان بود که شاه شجاع با سیاستی ضعیف و تصمیم‌های پرخطر روز به روز محبوبیتش را از دست می‌داد. او نتوانست وحدت را میان سرداران درانی حفظ کند. درگیری با برادرانش مخصوصاً محمود شاه تاج و تخت را برایش و جهنم تبدیل کرد. سال 1889 میلادی بعد از یک سری شکست و شورش توسط برادرش از قدرت کنار زده شد و به هند بریتانیایی پناه برد. و اینجا بود که سرنوشتش پیچ و تاب خورد. شاه شجاع در تبعید سالها در هند زندگی کرد. او طعم تلخ دوری از وطن و از دست رفتن قدرت را چشیده بود، اما رویای بازگشت به تاج و تخت هرگز رهایش نکرد. همین رویای بازگشت باعث شد که دستیاری به سمت بریتانیایی ها دراز کند. در آن دوران امپراتوری بریتانیا در حال گسترش نفوذ خود در هند و افغانستان بود. انگلیسی ها دنبال فرصتی بودند تا حکومتی دست نشانده در کابل ایجاد کنند. شاه شجاع گزینه ایدئالشان بود. پادشاهی با نام خانوادگی معتبر اما بدون قدرت واقعی. پس یک معامله تاریخی و خطرناک شکل گرفت. 1839 میلادی شاه شجاع با کمک انگلیسی ها و ارتش بریتانیا وارد افغانستان شد. او همراه با هزاران سرباز خارجی وارد کابل گردید و تاج پادشاهی را بار دیگر بر سر گذاشت. اما مردم افغانستان این بار دیگر فریبش را نخوردند. برای آنها شاه شجاع نه پادشاه مشروع بلکه مهره‌ای در دست استعمارگران بود. او و شادی حکومت اولش دیگر وجود نداشت. در عوض نفرت و خشم در دل مردم کابل شعله‌ور شده بود. شاه شجاع تلاش کرد که دوباره جایگاهش را تثبیت کند. او در کاخ بالاحصار کابل اقامت داشت، اما بیرون از آن کاخ شهر در آتش و نفرت میسوخت. هرچه او بیشتر به انگلیسی ها تکیه میکرد بیشتر از چشم مردم میافتاد. در نهایت مقاومت مردم افغانستان آغاز شد. قیام‌های مردمی و شورشی علیه نیروهای انگلیسی و حکومت شاه شجاع در نقاط مختلف شعله‌ور شد. در سال 1842 میلادی بعد از شورش‌های سراسری ارتش انگلیس شکست خورد و تصمیم به عقب نشینی گرفت. شاه شجاع که حالا بی پشتوانه و تنها مانده بود در یکی از روزهای آن سال هنگام خروج از کاخ توسط یکی از مخالفانش ترور شد. گلوله هایی که او را هدف گرفتند پایان زندگی مردی بود که 2 بار پادشاه شد و 2 بار با ذلت سقوط کرد. شاه شجاع نه تنها جان خود را از دست داد بلکه نامش هم با داغ ننگ همراه شد. او به عنوان پادشاهی که دست در دست بیگانه گذاشته در دل تاریخ ثبت گردید. اگر راه دیگر را انتخاب میکرد شاید اگر با مردم خود صادق می بود امروز از او با افتخار یاد میکردیم، اما تاریخ برای پادشاهان وابسته همیشه بیرحم است. ممنون که تا پایان این روایت همراه ما بودید. اگر می‌خواهید سرگذشت‌های بیشتری از پادشاهان پرآشیه افغانستان و قهرمانان فراموش شده تاریخ را بشنوید، فراموش نکنید که ما را دنبال کنید و نظرات خود را با ما شریک بسازید. تا داستان دیگر، بدرود.